دوستان عزیزم سلام. خیلیاتون خیلی سوال مراکز داشتید که چطوره که با شونه پیتاژ موهامون رد نندازه و ترس این رو داشتید که بد حالت وایسته موهاتون یا رد تیغ روی موهاتون نشون داده بشه. من این ویدیو رو ضبط کردم که یک کم از ترس شما کاسته بشه و از نزدیک این کار تیغ و پیتاژ و کوتاهی رو ببینید تا ترستون بریزه. فاینال کارم میذارم، با هم میبینیم. عزیز دلم، کوتاهیمون هم تموم شد. با باد سشوار خشکش میکنم و بدون اینکه بورس گرد یا حالت دهنده به مو زده باشم میخواستم نشونتون بدم و ببینید که هیچ استرس و ترسی از شونه پیتاژ نداشته باشید. با دست تیغ هیچ ترسی نیست برای کوتاه کردن یا کوتاه شدن مو و اینکه مثل دوست عزیزمون جسارت رو داشته باشید که موهای به این زیبایی رو داشته باشید. امیدوارم مورد پسند شما هم قرار گرفته باشه و تونسته باشم یه مقدار از استرستون رو کم کرده باشم. دوستان عزیزم سلام. خیلیاتون سوال داشتید که چطوره که با شونه پیتاژ موهامون رد نندازه و ترس این رو داشتید که بد حالت وایسته موهاتون یا رد تیغ روی موهاتون نشون داده بشه. من این ویدیو رو ضبط کردم که یک کم از ترس شما کاسته بشه و از نزدیک این کار تیغ و پیتاژ و کوتاهی رو ببینید تا ترستون بریزه. فاینال کارم میذارم، با هم میبینیم. عزیز دلم، کوتاهیمون هم تموم شد. با باد سشوار خشکش میکنم و بدون اینکه بورس گرد یا حالت دهنده به مو زده باشم میخواستم نشونتون بدم و ببینید که هیچ استرس و ترسی از شونه پیتاژ نداشته باشید. با دست تیغ هیچ ترسی نیست برای کوتاه کردن یا کوتاه شدن مو و اینکه مثل دوست عزیزمون جسارت رو داشته باشید که موهای به این زیبایی رو داشته باشید. امیدوارم مورد پسند شما هم قرار گرفته باشه و تونسته باشم یه مقدار از استرستون رو کم کرده باشم.